میگن کبوتر خوب از آسمون میاد. ما هم باورمون شده هرچی کبوتر خوبه یه روزی خودش میفته تو دامنه. کسی فکر نمیکنه همون کبوتری که از آسمون میاد یه جایی روی زمین با زحمت یه عشق باز ساخته شده. ولی نه، ما دنبال راه میان بریم، دنبال چیزی که زحمت نداشته باشه ولی نتیجه بده. از آسمون یا پول میخوایم بباره، یا موقعیت، یا کبوتر خوب. حاضر نیستیم بسازیم، فقط میخوایم مفت برسیم. مفت طلبی شده سبک زندگیمون. همه میخوان صید کنن، هیچ کس نمیخواد پرورش بده. اما ما اینطوری نیستیم. یادش بخیر میتینگای قدیم با تیری پای بگی. یه دوره زندان بودم سر رفیق، زودم آزاد شدم با سر سفید. تو کارگاه ها میکردم توالت و تمیز، دوره رضا پر بودک و سالب و رئیس. اما دلیل نمیشه رب نکنم، به فکر زندگیم نباشم صبر نکنم.